موافقی اطلاع مسئولین در روند تدبیرهای سازندگی و بنیادکاری بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه دوستی بنیاد 181 انشاءات تعیناتشان گوناگون به نقشه گرفته شده، قسمتی از آن مورد استفاده برای عموم قرار داده شده است. روند کارهای آبادانی سازندگی در ناحیه دوستی با مرام ادامه دارد. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه دوستی نقشه چهاربینی‌ها ترتیب داده شده بود که شمار آنها به 181 عدد می‌رسید و در سال 2024 با نقشه الهوگی ما شمار انشاءات‌ها را به 267 عدد رسانیدیم که این هم یکی از کارهای آبادانی سازندگی در ناحیه درک می‌دهد. در ناحیه تا حال بخشیده به این جشن بزرگ ما 182 بنا و انشاءات را به استفاده دادیم که این 68% نقشه ما را در بر می‌گیرد. طور مشاهده گردید امروزها اقدام‌های سازندگی در مرکز و دهات دوردست ناحیه وسعت تازه گرفته سال از سال به ساکنان شرایط سازگار فراهم آورده می‌شود. ساکنان و صاحبکاران ناحیه دوستی بهر آبادانی و سازندگی کمر همت بسته در بنیاد انشاءات استحصالی، معیشی، سودا و خدمت‌رسانی، ورزشی، تعمیر راه و پل‌ها و دیگر سمت‌های برای تامین شرایط روزگار شایسته ساکنان مساعدت کننده سهمگذاری می‌کنند. با اعلان گردیدن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی و سازندگی در محل با مرام ادامه دارد و همین کارهای آبادانی سازندگی بود که در ناحیه دوستی زیاده از 69 کیلومتر راههای محلی سنگفرش کرده شده، زیاده از 35 کیلومتر چراغان کرده شده است. از نوسازی پل و کوپرگوها و دیگر کارهای سازندگی آبادانی با مرام ادامه داشته از طرف مردم و اهالی و صاحبکاران محلی با یک دستگیری خیلی خوب قبول کرده شده است. در مرحله نوی آبادانی‌ها بخشیده به جشن‌های ملی و دولتی در مرکز ناحیه ساختمان انشاءات سودا و خدمت‌رسانی و تالارهای ورزشی ادامه دارد. در بنای مرکز خدمت‌رسانی همزمان با مقصد فراگیری جوانان به ورزش در آشیانه دوم تالار خرد ورزشی به نقشه گرفته شده قسمت کارهای ساختمانی انجام داده شده است. طور مسئولین اطلاع دادند انشاءات مذکور با اقدام صاحبکار وطنی صورت گرفته مقصد است تا جشن نوروز بین‌المللی افتتاح گردد. با استفاده قرار گرفتن آن 12 نفر ساکن محل با جای کار دائمی تامین خواهند شد. در عملی گردانیدن اقدام‌های سازنده بهر سزاوار استقبال گرفتن جشن‌های ملی در دایره همکاری‌های بشردوستانه از جانب جمهوری به ما دوست و همسایه ترکمنستان در ناحیه ساختمان مؤسسه نوی تعلیمی رقم 8 با مرام ادامه داشته در سال نوی خوانش مقصد است که به استفاده داده شود. مؤسسه مذکور از 25 صنفخانه تعلیمی، تالار پوشیده ورزشی، مجلسگاه، آشخانه و دیگر انشاءات یاریرسان عبارت بوده برای 540 خواننده در یک بس پیش بینی گردیده است. کارهای ساختمانی در انشاءات ساحه معارف در سطح بلند جریان گرفته مصالح خوشصفت ساختمانی استفاده برده شده است. صحن مؤسسه با گل و بوته و درختان سایه‌افکن و آرایشی آرا داده شده فضای سازگار بهر تعلیم گیرندگان فراهم خواهد گشت.